تخچی یا محله مرغ فروشان. این داستان عجیب محله‌ای است که زیر خاکش داستان پرندگان سلطنتی دفن شده است. مرحوم همایی می‌نویسد تخچی واژه ترکی است، از طوق به معنی مرغ و چی به معنی فروشنده، یعنی مرغ فروش، چون در این محل میدان مرغ فروشان بوده. در دوران صفویه در تخچی باغوشخانه محل پرورش پرندگان سلطنتی بود. دروازه تخچی جایگاه استقبال از میهمانان شاه عباس بود و بازاری به نام تخچی تا مسجد جامع امتداد داشت. همچنین قبرستان تخچی مدفن علما و بزرگان آن زمان بود. در این محله دو آرامگاه تاریخی وجود دارد، یکی مقبره علی ابن سعد از بزرگان و عرفای قرن سوم هجری و دیگری آرامگاه صاحب ابن عباد وزیر بزرگ و دانشمند دوران آل بویه. اگر شما هم اهل این محلی، از خاطرات قدیم برای من بریز و برای شنیدن داستان محله های اصفهان ما را دنبال کن.